به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، هزاران بار شکر خدا را میگوییم که باز در محفل از محفل‌های نور در بهترین ماه‌ها، ماه شریف رمضان جمع آمده ایم. خداوند خیر و مبارکش بگرداند. امروز درباره پدیده از پدیده‌های بسیار هم نامطلوب و کوتاهی و کمبودی به نهایت بزرگ صحبت دارم و آن هم متاسفانه خوردن روزه می باشد. می بینیم دوستان و برادران و خواهران عزیز و ارجمند، جوانان را و دختران را و خرد و کلانها را امکانیت روزه گرفتن دارند. خداوند به آنها سلامتی داده است. خداوند به آنها رزق و روزی داده است. اعضاهای سالم، فهم، ادراک، کار، وظیفه و غیره. با وجود این همه نعمتهای الهی در همین ماه رمضان قدرت روزه گرفتن ندارند، غیرت روزه گرفتن ندارند. این فرض الهی را نادیده میگیرند، روزه را میخورند. علاوه بر این در آشخانه ها، در کوچه ها و راه ها آشکارا میخورند و مینوشند. نمیگویند که ما در ماه رمضان قرار داریم، ما مسلمان هستیم. نمیگویند که این به کودکان روزه گرفته، به جوانان روزه دار و کلان سالان ناراحتی ایجاد میکند و آنها را یک وسوسه و تکانی میدهد به خوردن روزه اشان. پس دوستان عزیز، بسیار این غم آور است، بسیار ناخوش است. حتی در زمانی که مسلمانان قدرت و نفوذ داشتند، غیر مسلمان ها این کارها را نمی کردند به خاطر احترام مسلمانان و احترام روزه آنها. حتی اگر از طرف کودک از کودکان غیر مسلمان چیز در وقت روزه‌داری خورده میشد، پدر یا مادر آنها را سرزنش میکرد یا ضربلت مینمود که چرا در حضور مسلمانان میخوری و مینوشی حال آنکه آنها روزه دارند. یعنی آنها را تو نادیده گرفتی و به احترامی به عبادت آنها نمودی. برادران عزیز، در این مسئله، در این گناه بزرگ بسیار باید دقت داد که ما و یا فرزندان ما و یا اطرافیان ما و کسی که نباشد از برادران و خواهران ما به این گناه کبیره و شوم آغاشته نشوند. برخلاف فرض گردانیده الهی قدم نزنند. یعنی این روزه را آشکارا خوردن، این اعلان دوری از شریعت الهی. برای همین هم خداوند از این اخلاق ناشایان جامعه ما و شما را هر چیز زودتر پاک بگرداند. روزه این سلامتی است، تندرستی است. روزه این عبادت است که به الله سبحانه و تعالی ما را نزدیک میکند. روزه این عمل است که قلبهای ما و شما را، اخلاق ما و شما را پاک میگرداند. سلامتی ما و شما را از نو برقرار می نماید. فایده های زیادی دارد که غیر مسلمانان فایده های روزه را درک کرده با روزه بیماران خود را تبابت میکنند. چجایی که مسلمانان از فضیلت و برکات این روزه به این درجه بیخبر شده اند که روزه را آشکارا میخورند. خدا پناه بدهد. درباره گناه و ضرر خوردن روزه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان میفرمایند: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضیه صیام الدهر كله ولو صامه. رواه البخاری تعلیقا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک میفرمایند: هر کسی که یک روز را از روزهای روز رمضان به عذر و به بیماری، به عذر و به یگان بیماری روزه را میخورد، اگر یک عمر هم روزه بگیرد ثواب آن روزه را نمیگیرد. یعنی روزه رمضان به نهایت ثواب بزرگ دارد. الله سبحانه و تعالی
به روزداری که از خوردن و آشامیدن و از همبستری با همسری حلالی خود دست کشیده برای رضای الله سبحانه و تعالی روزه گرفته است، ثواب بی نهایت بزرگی می دهد. حتی برای آنها در خاص برای وارد شدن جنت آماده کرده است که آن در را در ریان گفته می شود. وقتی که روزدار این عمل بزرگ را برهم می زند، وقتی که انسان این عمل بزرگ را برهم می زند و نادیده می گیرد و روزه اش را می خورد، این فضیلت و شرافت را از دست می دهد تا اینکه توبه صادقانه و خالصانه کرده برنگردد. و علاوه بر این، یعنی اگر یک عمر هم قضای او را بدارد، ثواب آن روزی روزه را که در رمضان گرفتن مردم ثوابش را گرفته نمیتواند. مانند این دوستان عزیز، بعضی ها به وسوسه نفس و شیطان و تنبلی و بیسوادی روزه را وقتی که اذان گفته می شود روزه را می خورد تا روشن شدن را روشن کشید روزه را محکم می کند. ای برادر عزیز، برای این نیم ساعتی که تو خوراک خوردی روزه را از دست دادی، صبح دمید روزه تو روزه نشد. هرگاهی که وقتی روزه محکم کردن برای تو بیان شد و در آن وقت یا اذان گفته شد یا ساعت رسید به آن وقت، از خوردن و نوشیدن باز ایست تا آن زمانی که آفتاب پره فرو برود یا اذان شام در وقتش گفته شود، در آن حالت روزه را بکشا. برای همین در شریعت عبادت است مسلمانان در بهترین حالت قرار دارند تا زمانی که روزه را در آخری وقت، سحرخوری را در آخری وقت میکنند و روزه را در اول وقت میکشایند. نه کوتاهی نه زیادتی، به مقدار فرموده شریعت باید ما اعمال را انجام بدهیم، خصوصا روزه را که ثواب بزرگ نصیبمان شود. برای همین دوستان عزیز، چه خوب میشد که ما و شما برای مردم بیان بکنیم که روزه خوردن گناهی کبیره است، گناهی بسیار سخت و بزرگ است. از گناهی کبیره دیگر عرق نوشی از آن هم وزنین‌تر است، از زناکاری گناهی دیگری کبیره از آن هم سنگین‌تر است. و گناهی دیگری بزرگ این است که میبینیم انسان روزه‌دار است، آشخانه گشوده است، در روز طعام‌ها میپزد برای روزه خوران که مرحمت روزه را آمده بخورید، پول را به من بدهید مرحمت روزه را بخورید. آیا برادر عزیز از خدا شرم نمی کنی که خداوند روزه را فرض گردانیده است و ما و تو را وابسته کرده است که مردم را به اعمال نیک دعوت بکنیم؟ تو به روزه خوری دعوت کرده ایستاده ای، شرایط را برای روزه خوران فراهم نموده ایستاده ای. اگر شما برادران عزیز آشخانه های خود را در روز رمضان اگر محکم بکنید، شاید یک قسمی روزه خورها روزه بگیرند، بگویند که باشد نباشد ما جای خوراک خوری نمیابیم، مثل روزه داران گرسنه نمیگردیم، بیا که روزه بگیریم شاید به ما هم یک ثواب نصیب شود. برای همین الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر کرده است دوستان عزیز که یک دیگر را به کارهای نیک و ثواب کمک بکنیم و یک دیگر را از کارهای زشت و گناه باز داریم. خداوند بزرگ ما و شما را موفق بگرداند که از امروز آغاز کرده مردم را به روزه و روزه‌داری، احترام رمضان، احترام روزه‌داران، احترام دین و آیین، احترام فرموده های او تأکید و تشویق نماییم و از روزه خوردن و به احترامی و از کارهایی که به روزه خوردن روزه‌خورها سبب می شود یا کمک می شود ما و شما را نگه بدارد. خداوند بزرگ بهترین دستاوردها، بهترین عملها، بهترین عبادتها را به ما و شما نصیب بکند و دعاهای نیک ما و شما را قبول نماید و به آرزوهای نیکمان در این ماه شریف رمضان مشرف بگرداند. همچنان که بزرگان اسلام را به سبب اعمال نیک و بزرگشان خداوند بزرگ دعاهای زیادی آنها را قبول می نمود، خداوند این لطف و مهربانیش را نصیب ما و شما بگرداند و مشکلات ما و شما و جهان اسلام را حل نماید و آینده درخشان برای اسلام و مسلمانان در نزدیکترین وقت نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. تا برنامه‌های آینده در پناه و امان الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.